بر تارک تاریخ ایران ثبت می شود. امروز ما قطره های دریای بزرگ ایرانیم، پراکنده و تارنده از رنج سرمای 57، اما سربلند و مصمم، زخمی و رنجیده اما با اراده و ایمان، چشم در چشم دشمن تبهکار به نبرد آخرین ادامه خواهیم داد، چرا که ما به پیروزی محکومیم. جاوید شاه! جاوید شاه! امروز متحد و متشکل، یک پارچه و متکثر در سرتاسر جهان، با پرچم پر افتخار شیر و خورشید و به رهبری شاهزاده رضا پهلوی قلب جهان را با جاوید شاه تسخیر می‌کنیم. جاوید 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 این ائتلاف و اتحاد ایمان و اراده مقدس است، چرا که فریاد من ادامه رد خون زیباترین فرزندان ایران زمین است. حجم خونی که نه برای سوگواری، که سیل خشم ملتی است تا هرچه زودتر دامنگیر ضحاکیان شود. هم‌میهنان، این اراده ملی، این شکوه پر افتخار میهنی زنده است و به نام ایران اجازه